مال همین 200 سال گذشته است این سیستم صبحونه نهار شام. بنابراین انسانگونه ها شکل طبیعی زندگیشون اینه که غذای جانوری کمتر بخورن، غذای گیاهی بیشتر بخورن و 16 ساعت چیزی نخورن، 8 ساعت فقط بخورن. این از نظر تاریخی. پس ریشه این برمیگرده به تاریخ بشر. ریشه این ماجرا برمیگرده به تاریخ بشر. الگوی خوراک ثبت شده در ژنوم انسان، در ژنوم انسانگونه ها و که هماهنگ با طبیعت ماست. این همینیه که عرض کردم. 8 ساعت غذا خوردن، 16 ساعت نخوردن. پروفسور مارک متسون، همون که بهش میگن فاستینگ جاینت، غوله در این حوزه، برای الگوی کنونی خوراک ما به شکل 3 وعده در روز با میان وعده هیچ اساس علمی وجود ندارد. این الگو پس از انقلاب صنعتی در قرن 18 و 19 برای بهره‌وری اقتصادی بیشتر شکل گرفت. مال همین 200 سال گذشته است این سیستم صبحونه نهار شام، بین وعده ها یه اسنک خوردن و در واقع ریزه خواری کردن.